سلیمزاده معاون اول دادستانی نویه سینای شهر دوشنبه که قرار عفو یک گمانبر در پرونده جنجالی مربوط به مدینه محمدجانова را امضا کرده بود از مقامش برکنار کرده شده است. این علاقه دومین رهبر مقامات حفظ حقوق نویه سیناست که در رابطه به قضیه مدینه ترک وظیفه میکنند. روز 2 نوامبر ظفر اسماعیل زاده سردار شعبه وزارت کارهای داخلی نویه سینا نیز از وظیفه برای همین قضیه آزاد کرده شد. سهراب سلیمزاده برادرزاده شیرخان سلیمزاده یک عضو در گذشته پرنفوذ حکومت است که در مقامهای بلند دادستانی کل رئیس اگنتی مبارزه با کروپسیا، رئیس اگنتی ضد مواد مخدر و رئیس فدراسیون اتفاق کسبه کار کرده است. بنا به گزارش رادیوی آزادی، سه منبع باوری بخشش به شرط ذکر نشدن نامشان گفتند سبب برکناری هم سلیمزاده و هم اسماعیل زاده تفتیش ناعادلانه پرونده مدینه محمدجانova بوده است. سهراب سلیمزاده بر اساس قانون عفو ماه سپتامبر سال روان تفتیش پرونده عزیزه دولتova را که در قصد کشتار مدینه محمدجانova گمانبر دانسته می شود قطع کرده بود. تلاش‌های رادیوی آزادی برای تماس با او نتیجه ندادند، ولی در دادستانی نویه سینای شهر دوشنبه به رادیوی آزادی گفتند که روز جمعه آخرین روز کاری سهراب سلیمزاده بود و او دیگر کارمند این اداره نیست. یکی از دوستان سلیمزاده که در یک ساختار حکومتی کار میکند به تصدیق این خبر گفته است که باید دیگر نفر از کار میرفت، ولی او را از کار جواب دادند. او گفته است دستور قطع پرونده عزیزه دولتova که با گمان رسانیدن ضرر وزن به سلامتی تفتیش میشد به صلاحیت سلیمزاده نمیدرآمد و نباید او این قرار را امضا میکرد. این سفارش از بالا شده بود. قرارهای عفو را معاون دوم امضا میکرد، لیکن در همین پرونده او را گفتند که امضا گذارد. سهراب بسیار مفتش خوب و جوان باسواد است. گفته است همصحبت رادیوی آزادی. مدینه محمدجانova ساکن شهر دوشنبه آخر ماه آگوست امسال در حالت بیهوشی به بیمارخانه برده شد. به گفته طبیبان او را چنان بوغی کردند که چند مدت به معاینه سرش هوا نرفته است و در نتیجه یک قسم مغز سر مدینه از کار مانده است. این قضیه وقت مورد توجه قرار گرفت که فعالان جامعه شهروندی به راهبران کشور مراجعت کردند و جریان تفتیش را رستم امامعلی رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه شخصا زیر نظارت خود گرفت. معلوم شد که مقامات ملیسه نویه سینا ماه سپتامبر اعمال عزیزه دولتova را به قانون عفو تغییر کننده گشودن پرونده جنایتی به ضد او را رد کردند. در پی دخالت رستم امامعلی مقامات روز 1 نوامبر عزیزه دولتova را با اتهام سوءقصد به آدمکشی و شوهر او کارمند شرکت میگافون تاجیکستان لطفالله دولتوف را با اتهام عذاب و عقوبت دستگیر کردند. روز 2 نوامبر این مسئله در جلسه حکومت نیز بررسی شده است و پرزیدنت امامعلی رحمان طلب کرده است تا منصبدارانی که دست به کروپسیا زده این پرونده را در پشت عفو پوشانیدنی شدند از کار رانده شوند. تصمیم برکناری ظفر اسماعیل زاده و سهراب سلیمزاده بعد همین طلب امامعلی رحمان گرفته شد، ولی حالا روشن نیست که تصمیم گیری های کادری در رابطه به قضیه مدینه با همین انجام یافت یا هنوز ادامه دارد.